الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشه رضی الله عنها مادر مؤمنان بعد از جنگ احزاب در سال 5 هجری یکی از قبیله ها که بنی مستلق نام داشت رغبت هجوم به مدینه منوره را داشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم با مؤمنان بر این قبیله هزیمت چشانیده به مدینه برگشتند. عایشه رضی الله عنها با رسول الله صلی الله علیه و سلم در این جنگ همراه بود. شب در نیم راه دم گرفتند. عایشه رضی الله عنها برای کار مهم به صحرا برآمد. وقت برگشت گردنبند خود را نیافت و بازگشت به صحرا برای پیدا کردن گردنبند. در تاریکی خیلی کفت و کو کرد تا گردنبند را پیدا کرد. وقت برگشت لشکر الکی رفته بودند و در جای خود خواب رفت. پس از ساعت صحابی جلیل که در جنگ بدر اشتراک کرده است، صفوان ابن معطل رضی الله عنه با شترش به مکان خواب رفته حضرت عایشه رضی الله عنها رسیده با آواز بلند فریاد زد: انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عایشه رضی الله عنها از خواب بیدار شد، روی خود را پوشانید. صفوان ابن معطل رضی الله عنه شتر را به زمین خوابانید و حضرت عایشه رضی الله عنها بالای آن برآمد. لشکر تا حال به مدینه نرسیده بودند که صفوان رضی الله عنه به آنها رسید. سرور منافقان عبدالله ابن ابی ابن سلول که آنجا بود با تمسخر گفت: به الله قسم، نه آن مرد از آن زن رها یافته است و نه آن زن از آن مرد. تمام منافقان به پهن‌کنی این تهمت بزرگ پرداختند و حضرت عایشه رضی الله عنها چیزی از این تهمت ها نمیدانست. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ماه پره زیر تهمت منافقان قرار گرفت. به حکمت الله متعال وحی هم نازل نمیشد. روز رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزدیکانش اسامه ابن زید، علی ابن ابی طالب، زینب بنت جحش رضی الله عنهم درباره رفتار عایشه رضی الله عنها پرسید. همه آنان در حق مادر مؤمنان عایشه رضی الله عنها سخنان نیک گفتند. دل رسول الله صلی الله علیه و سلم کمی آرام گرفت. بعد از نماز بالای منبر برآمده از پاکی عایشه رضی الله عنها و از نفاق عبدالله ابن ابی ابن سلول سخن گفت. این دم سردار قبیله اوس سعد ابن معاذ رضی الله عنه گفت: یا رسول الله، بفرما تا آن منافق را گردن بزنیم. این دم سردار قبیله خزرج سعد ابن عباده گفت: هرگز نتوانی او را گردن زد، زیرا عبدالله ابن ابی ابن سلول از قبیله خزرج بود. اینجا شور بین صحابگان برخاست و رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه برگشتند. یک ماه پره وحی نازل نشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت‌های مشرکان را با صبر استقبال می‌کردند. بعد یک ماه پره در حق عائشه صدیقه رضی الله عنها وحی نازل شد. الله متعال با 9 آیت از سوره نور از بالای 7 آسمان پاکی او را اثبات کرد. قرآن کریم در سوره نور می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم. کسانی که آن دروغ بزرگ را یعنی تهمت حضرت عایشه را ساختند گروه از شمایند، مپندارید که شما را در آن بدی بود، بلکه شما را در آن خیر بود. هر مرد از آنها به آن اندازه گناهی که کرده است به جزای خود خواهد رسید. و از میان آنها که بیشترین این بهتان را به عهده دارد یعنی عبدالله ابن ابی ابن سلول سردار منافقین به عذاب بزرگ گرفتار خواهد شد. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. چرا هنگامی که آن بهتان را شنیدید مردان و زنان مؤمن به خود گمان نیک نکردند و نگفتند که این تهمت آشکارا است؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. چرا 4 شاهد برای دعوای خود نیاوردند؟ پس اگر شاهدان نیاوردند در نزد الله از زمره دروغگویانند. رسول الله صلی الله علیه و سلم خشنود شده سجده شکر را به جا آورد. الله متعال تهمتگران را که 4 شاهد ندارند فاسقان نامید و منافقان را فاش کرد. پس آیت قذف یعنی تهمت نازل شده کسانی را که به دلیل زنان مؤمن را تهمت میزنند باید 80 تازیانه زده شوند. قرآن کریم در سوره نور می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. کسانی را که زنان پاک را به زنا متهم می کنند و 4 شاهد نمی آورند 80 دره بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردم فاسقند. و در این حکم 3 نفر از صحابگان کرام رضی الله عنهم که در تهمت اشتراک کرده بودند هر یک 80 تازیانه زده شدند. یکمی حسان ابن ثابت، دوم مستح ابن اساسه، سیوم حمنه بنت جحش رضی الله عنهم. اما سردار منافقان عبدالله ابن ابی ابن سلول و پیروانش تازیانه زده نشدند و جزای آنها را نزد الله تعالی گذاشتند. الله از مادر مؤمنان عائشه صدیقه رضی الله عنها راضی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.